آره اگه کسی با خانواده خودت این کارو بکنه چه کارش باید بکنه؟ قانون اگه خودت الان بچه داشتی با بچه‌ت این کارو می‌کردن چیکار می‌کردی؟ چون خودم تو بچگی مورد آقا من به بچگیت کار ندارم، الان بگو. اگر یکی از اعضای خانواده‌تو خب همچی بلایی سرش می آوردن، متهمش رو دستگیر می‌کردن، تو از قانون چه انتظاری داشتی؟ از قانون از اون آقا شکایت می‌کردم. شکایت می‌کردی چی کارش بکنن؟ میسپردم به قانون، هرچی قانون باید چیکار بکنه با این آدما؟ بکشن. اشد مجازات. برای خودت چی؟ برای خودت چه انتظاری داری؟ دفعه دومت هم هست. با توجه که 2 بار این کاری کردی. هرچی قانون بگه. اشد مجازات برای خودت قبول می‌کنی؟ به من نگاه. اشد مجازاتو برای کسی که به بچه مردم رحم نکرده، آزار و اذیت قرار داده، فیلم برداری کرده، فیلمشو پخش کرده تو فضای مجازی، اشد مجازات فکر می‌کنی کافیشه؟ بله. و اون بچه‌ها چه کار کنن برای آیندهشون؟ الان قراره همه مثل تو بشن؟ به این فکر کردی که ممکنه بزرگشن مثل تو این شکلی باشن؟ جامعه رو وقت چی میشه؟ اگه خودت بچه داشتی چی؟ دوست داشتی بچه‌ت همچین اتفاقی رو تجربه کنه؟ بهش فکر نکردم. خب مرسی.